آموزش این ادیتو با خانم پیاز و خانم هلو و حضور ویژه آقای پرتقال میخوام بهت یاد بدم. پس ادیت لندیشو همراه من باش. وارد کنوا میشیم، روی قسمت ویدیو میزنیم و قسمت اولی که براتون فلش زدم رو انتخاب میکنیم. ویدیو رو سایزش رو لندسکیپ انتخاب میکنیم، روی مدیا میزنیم و بلنک رو انتخاب میکنیم. توی قسمت کالر میریم روی قسمت گرادینت و رنگمون رو که میخوایم برای بک‌گراندمون انتخاب بکنیم سلکت میکنیم و حالا متناسب آیتمی که میخوایم سعی کنیم رنگایی که مناسبش انتخاب بکنیم. الان ما خانم پیاز رو میخوایم درست کنیم، برای همین رنگ بنفش رو انتخاب میکنم. سعی کنید روی قسمتی انتخاب بکنید که گرادینتش توی مرکز قرار داره و سیرکل هستش. از این صفحه یک کپی میگیریم و شروع میکنیم به ادامه کار. خب حالا میریم روی قسمت تکست، یه متن جدید رو باز میکنیم و شروع میکنیم متنی رو که میخوایم بنویسیم. فونتمون رو تبدیلش میکنیم به آنتون و بزرگش میکنیم. حالا توی قسمت فونت ها روی قسمت آنتون میریم. متنمون یه مقدار عقب رفته، اونو برمیگردیم سر جایی که باید باشه. خب حالا میریم روی قسمت رنگ متنمون. متنمون رو هم یه رنگی که با توجه به سلیقه خودتون میتونید انتخاب بکنین و توی قسمت گرادینت سعی کنید حالت دو رنگی بهش بدین. و برای اینکه من میخوام یه فیدی توی قسمت پایینی کار بهش بدم، میام از این آیتمای رنگی، الان اینجا 2 تا دارم، من سعی میکنم 7-8 تا آیتم درست کنم که این تغییر رنگ این فیده به حالت مخملی تری اتفاق بیفته تا خیلی یهویی کات بشه و بعد رنگاشون رو تغییر میدم اونجوری که دوست داریم. همونطور که میبینید من چند تا روی قسمت به اضافه زدم و چند تا آیکون رنگی اضافه کردم. از نوار اون پایین میتونید رنگ رو انتخاب کنید و بعد طیف رنگی اون رنگ براتون توی قسمت بالا میاد، باز میتونید اون رو انتخاب بکنید. خب الان گرادینت رو همونطور که میبینین انتخاب کردیم. حالا میام اوپاسیتی اینا رو از دونه دونه رنگایی که آخر هستن تغییر میدم و کمشون میکنم. یه بعضیاش ممکنه 50% بخواد، بعضیاش کامل 0 باید بشه. و یه چیز دقت کنید، با توجه به این که ما حتی اوپاسیتی رنگ رو 0 میکنیم ولی تحتوناژ رنگی توی اون پالت موجوده و حتما متناسب همون رنگتون باشه. مثلا اگه شما مشکی بزنید اینجا با اینکه اوپاسیتی 0 میشه ولی باز تحتوناژ رو داره. پس اینم یه مسئله دیگه. حالا من با اینا بازی میکنم تا بتونم اون فیدی که مد نظرم هست رو انتخاب بکنم. دونه دونه این 4 گزینه آخر خصوصا روشون کار میکنم، مدام روشون تکرار میکنم که حالت درستی بگیره. همینطور که ببینید الان همچنان حالت درستی نداره و توی مرکزش افتاده. خب یکی از رنگا رو سفید کردم که یه مقدار این مشکل حل بشه. خب الان دیدین چه اتفاقی افتاد؟ دیگه اون 2 خطی که بود به خاطر یه انتخاب رنگ اشتباه در یه قسمتی دیگه این مشکل وجود نداره. اوپاسیتیش رو به حدی که لازم هست تغییر میدم. حالا تا ادامه ویدیو رو نگاه میکنین سابسکرایب یادتون نره و تا انتها حتما همراه من باشین، نتیجه رو ببینین غافلگیر میشین. خب الان نگاه کنین چقدر بهتر شد. الان اون فید مورد نظر تقریبا ایجاد شده.
مدام با دونه دونه آیتما بازی میکنم تا اون فید مخملی که مد نظرم هست رو بگیرم. خب وقتی به آیتم مورد نظر رسیدیم، حالا یک کپی میگیریم از همون نوشتمون و متنای بعدیمون رو میتونیم اضافه کنیم. سایزش هم یه مقدار کوچیک میکنیم که بتونیم توی صفحه جاش بدیم الان، چون قراره این با نوشته‌های بعدیمون قراره توی یه گروه قرار بگیره. خب کپی رو گرفتم، حالا متن بعدی رو می نویسم و دوباره یه کپی دیگه برای متن بعدی. سعی میکنم جایگذاری اینا رو نسبت به هم متناسب قرار بدم با فاصله مساوی و بعد دونه دونه متن رو سعی میکنم رنگشون رو متناسب بک‌گراندی که قراره تو صفحه بعدی بذارمشون تغییر بدم. انا دوباره کلمه بعدی رو انتخاب میکنم، میرم روی قسمت کالرشون. همونطوری که گفتم اون توناژهای رنگایی که فیدشون کردیم اونا همچنان تحت توناژ رنگ قبلی رو همونطور که میبینین داره نشون میده. برای همین من همونا رو هم با توجه به اینکه حتی پیگمنتاشون یا اوپاسیتیشون کم هست، باز هم میرم رنگ تک تکشون رو تغییر میدم. دوباره کلمه بعدی رو هم همینطور رنگ مورد نظر رو براشون تغییر میدم. شما اگه دوست داشته باشین حتی میتونین فونتاتون کلا یه رنگ باشه و این تغییر رنگ رو انجام ندین. این چیزا سلیقه‌ای هستش. خب الان کلمه ها کارشون تمام شد. همه رو با هم توی قسمت لیر میریم و سه تا لایه نوشته ها رو با هم انتخاب میکنیم. وقتی که انتخاب کنیم و خارج شین داخل برنامه، اون بالا گزینه گروپ رو میزنیم و با هم دیگه گروپشون میکنیم. بعد از اون بزرگش میکنیم و میاریمشون پایین به سایزی که میخوایم، ولی وقتی که میارین پایین حتما دقت کنین یه مقداری از این کادر بنفشی که میبینین بیرون باشه، وگرنه کامل این نوشته ها از بین میره وقتی خارج از کادر بشه کامل. بعد میریم عکسای مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم و ادشون میکنیم از قسمت کامera. حالا میریم توی قسمت اوورلی و اونا رو میخوایم به صورت موازی با صفحه قرار بدیم، نه کنارش. خب حالا دونه دونه میریم ریموو بک‌گراند رو میزنیم، قسمت بک‌گراند ریموور رو میزنیم و بک‌گراند تک تک عکس‌ها رو پاک میکنیم. ما باید یه کاری انجام بدیم. میریم توی قسمت اپ و کلمه ایمیج بلندر رو سرچ میکنیم. همون ابتدا خودش میاره و روش کلیک میکنیم. اون گزینه بنفش رو انتخاب میکنیم. و بعد میریم روی قسمت فید تول و اونی که یه قسمتی از عکس فید شده گزینه اول رو انتخاب میکنیم. همونطور که میبینین یه 2 تا نقطه با یه خط برای شما فاصله کشیده که شما با جابجا کردن این نقاط میتونید اون حالت فیدتون رو به اون سمتی که میخواین ایجاد بکنید. دقت کنید که بعد از اینکه وارد برنامه شدین حتما باید عکستون رو انتخاب کنید تا این گزینه ها برای شما امکان فعالیت رو بده. خب این کار برای تک تک عکسامون انجام میدیم و برای هر کدوم روی گزینه سیو حتما میزنیم و اونا رو میبریم به یه گوشه بالایی به صورتی که قسمتی از کادر همچنان داخل عکس باشه. الان یه مقداری از عکسای زیرین بیرون هست که توی کادر پیداست. اینطوری هم نمیخوام باشه، فقط خود اون کادر بنفش.
اگه کامل عکس رو خارج کنید از توی کادر کامل پاک میشه و دیگه شما دسترسی به اون آیتمتون ندارین. پس حتما یه گوشه کوچیکم که شده باید حتما داخل باکس کادرمون باشه. خب حالا دوباره میریم سراغ صفمون و یه دوپلیکیت ازش میگیریم، یا در واقع 2 تا دوپلیکیت میگیریم برای خانم هلو و آقای پرتقال. رنگ اون بک‌گراندها رو دوباره تغییر میدیم متناسب چیزی که میخوایم و دوباره قسمت سیرکلش رو انتخاب میکنیم که اون گرادینت توی مرکز باشه. برای تک تک صفحات این کار رو انجام میدیم. ببینید هوش مصنوعی که میگن خیلی کاربردیه، درسته، ولی واقعا یه سری خطاهایی داره که فکر میکنم خودتون با تماشا کردن و متوجه این شده باشین و واقعا همه جا کاربردی نیست و ترفندهای ادیت رو اگر خوب یاد بگیرین فوق العاده است. اگه تا اینجا سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب. خب حالا توی قسمت لایه ها میریم و دوباره از لایه هامون رو هم کپی میگیریم و دوپلیکیت میکنیم و برای لایه بعدی، برای صفحه بعدی اونا رو قرارشون میدیم. الان بالای اینا قرار گرفت، ما نمیخوایم اونجا، میایم از ابتدای صفحه بعدی قراره اونا رو بذاریم چون قراره یه مسیری رو با هم به حالت ورقه‌ای و صفحه اتفاق بیفته. دوباره کپی میگیریم از لایه ها برای صفحه بعدی. خب حالا میریم روی حالتی که دونه دونه عکس‌ها رو میایم توی صفحات خودشون، سایز دلخواهمون رو بهش میدیم و جایی که میخوایم هم قرارش بدیم تنظیمش میکنیم. حالا میریم سراغ باکس نوشته هامون از توی لایه ها انتخاب میکنیم و میاریمش و الان مال من اومده روی عکسم و نمیخوام این اتفاق بیفته، برای هم میرم توی قسمت لیر و لایه نوشته ها رو کلا انتخاب میکنم و میارم روی بالای بک‌گراند قرارش میدم و تمام شخصیت ها روی اینا قرار بگیره. خب الان دیدین که نوشته رفت زیر پیاز. حالا میریم سراغ قسمت بعدی، خانم هلو رو دوباره میاریم و اونم سایز دلخواه و جای مناسبش رو قرار میدیم. میبینید چقدر مچ شده و فیدش قشنگ شده و حالا کلمه بعدی رو توی قسمت لایه نوشته ها انتخاب میکنیم و میاریمش سر جاش قرارش میدیم و حالا دوباره صفحه بعدی، دوباره نوشته بعدی، دوباره اونو میاریم توی صفحه قرارش میدیم و شخصیتمون رو هم از اون بالا بعد سلکت میکنیم و اونم جایگذاری میکنیم تو جای مناسبش. میبینین چقدر جالب شد. خب حالا ما باید بریم سراغ این که اینا رو با هم مچ کنیم و اون حرکت موشنی که اول فیلم میبینین رو بهش بدیم. خب میریم روی بین صفحات نگاه کنید، یه مثلثی هست، میریم روی اون میزنیم به اسم ترانزیشنه و گزینه مچ اند موو رو انتخاب میکنیم و apply between all page رو میزنیم که بین تمام صفحات این اتفاق میفته. حالا اینجا یه نکته‌ای داره، ما صفحه اول رو خالی گذاشتیم، حالا بهتون میگم که چرا. نگاه کنید صفحه اول رو وقتی که با اینکه موشن رو اجرا کردیم ولی شامل خانم پیاز نشد این حرکت هایی که روی خانم هلو و آقای پرتقال میفته. حالا باید چی کار کنیم؟ باید این لایه های خانم پیاز و فونت خودمون رو بیاریم توی اون صفحه، هم یه کپی ازش بگیریم و قرار بدیم تا این حرکت شامل خانم پیاز هم بشه. دقیقا اونا رو هم توی همون کادر حاشیه‌ای که مثل قبل تکرار میکنیم و میبینید که الان کاملا اجرا شد. خب برای خروجی گرفتن روی فلش بالای کنوا میزنیم و گزینه MP4 رو خودش به عنوان پیشنهادی میاره و سیوش میکنیم. به همین راحتی. هر سوالی داری حتما برام کامنت کن.